الباب الثاني، باب التوبة. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ابو حمزه انس بن مالک انصاری رضی الله عنه خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: به راستی که شادمانی الله از توبه بنده اش بیش از شادی یکی از شماست که شتر گم شده اش را در بیابان می‌یابد. و در روایتی از مسلم رحمه الله آمده است: خداوند از توبه بنده اش بیش از فردی شادمان می شود که در بیابان بر شتر خود سوار است. شترش که آب و غذای او را بر پشت دارد از او می رمد و فرار می کند و او از یافتنش ناامید می شود. زیر سایه درختی می رود و ناامید از یافتن شترش دراز می کشد. در آن حال که به کلی ناامید شده، ناگهان شترش را می بیند که کنارش ایستاده است. افسار شتر را می گیرد و از شدت خوشحالی به اشتباه می گوید: خدایا تو بنده منی و من پروردگار تو هستم.